سلام داداش. سلام. دوست عزیز میشه از چمران بری؟ از چمران چرا؟ از یادگار بریم که سریعتر میرسیم. من مقصد دوم میزنم بی زحمت از چمران بریم. باش. مرسی. اون موزیکت هم بی زحمت زیاد دست داده. چطور بود گذشت؟ میدونستی هر روز خوشگل‌تر از دیروزت میشی؟ علی زشت اینجا. زشتی اینجا اونجا نداری که مال خودم. علی داداش میشه عقبو نگاه نکنی؟ داداش اگه تو هم رعایت کنی بد نیست. این کارو میتونی جای دیگه انجام بدی. اصلا به تو چه نامزدمه؟ باید از تو اجازه بگیرم؟ نامزدت باشه. هر کاری جای خودشو داره. اینجا جاش نیست. بزن بغل. علی آقا آروم باش. بزن بغل بهت میگم. علی چه داداش؟ چمه از همون اول نشستی تک داری عقبو نگاه میکنی میگی تو شرف نداری. یه راننده اسنپی دیگه. اسنپم جا نیستم. تو اگه بیشرف بودم خودت دوست دخترتو با هم خف می‌کردم. علی بیا بریم. ببین حال و حوصله ندارم. شرایطو بیشتر میکنم چشاتو در ببین پسر خوب مثل این که نمیفهمی. اسنپ یه جای عمومیه. 2 نفر دیگه ببینن چی میگن؟ کرایتم نمیخوام پایان سفرم میزنم. آقای با شرف غیرتت کو؟ اینجا میخوای ما رو پیاده کنی؟ فقط به یه شرط میبرم.